لیکن وقتی آدم هم نماز خواند و هم زنا کند، هم نماز خواند و هم حق یک برادری مسلمان خورد، هم نماز خواند و هم در تهمت باشد، هم نماز خواند و هم در برابرش عرق نوشی کند، یقینا که نماز این از برای خدا نیست. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرینک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. نماز میخوانیم، در برابر نماز تمام دیگر عملها را اجرا کنیم. با یک نماز ما و شما با اون قوله های بلند نمیرسیم. آدمی که نماز نمیخواند لکن خدا را میشناسد، او را کافر گفتن درست است یا نادرست؟ نه، نادرست است. اگر آدمی که نماز نخواند لیکن خدا را شناسد، مقصد در بزرگی خدا قائل است، میگوید که خدا یک و یگانه است، رسول او محمد بر حق است، لیکن نماز نمیخواند، این در اسلام حکم به کفر نمیدهند و یک کافر نمیگویند، فقط مرتکب گناه کبیره میگویند. یعنی گناه های کبیره است، از جمله نماز نخواندن این گناه کبیره است. وقتی نمیخواند او را کافر نمیگویند بلکه گناهگار میگویند و گناهگار است. کافر شخصی را میگویند که اگر نماز انکار میکند یا نماز افسانه میشمارد یا روزه یا زکات یا حج اینها را مسخره میکند و اینها را از جمله عبادت هم نمیشمارد، یا اینکه وجود خداوند را انکار میسازد. اعوذ بالله. اما این کسا در اسلام حکم به کفر میدهند. سوم، در دست چله نقره داختن درست است یا نه؟ سوال از ناحیه واسطه بوده است. چله نقره استفاده بردن سنت است، یعنی کسی چله نقره می اندازد در دست میلش درست است. این هم از سنت های پیغمبر هم به شمار می رود و در چله پیغمبر خدا هم چله داشتند که بعد سر پیغمبر خدا در دست ابوبکر بود، بعد ابوبکر حضرت عمر گرفتند، بعد حضرت عمر که پیغمبر خدا گفته بود که عثمان وقتی این چله که از دست تو گم شد آشوب فتنه ها سر می شود. چله در دست حضرت عثمان بود، در چاه عریس افتید و هر چی کافتن دیگر نیافتنش. چله حضرت رسول اکرم بود، میگوید بالاش نقش داشت محمد رسول الله، نقش بالای چله پیغمبر. حضرت عمر هم یک چله داشتن، خدا رحمت جان کند. حضرت چه حیبت داشتن، چه وقار داشتن.
باز در بالای همون چله‌شان نویسانده بود کفا بالموت واعظا، ای عمر برای تو مرگ خودش موعظه هست. بالای چله حضرت عمر بودن. به این خاطر چله انداختن اگر نقره باشد درست است، لیکن چله طلا، چله آهن، چله میز اینا حرام هستن برای مردها. چی ساعت، چی چله، چی گردنبند، چیزی که از طلا باشد برای مرد استفادهش ناجایز است. دندان طلا را هم خدا رحمتشان کند، امروز در کتاب‌های داملا محمدی هایتی هم که خیلی عالم برجسته هستند، حضرت هم آوردن که اگر ضرورت باشه، مقصد دندانهای بیمار داشته باشی، استفاده بردن دندان طلا جایز است، لیکن برای زیبایی باشه حرام است. برای زیباییش حرام است. لیکن بهتر و خوبترش همین است. فقهای ما و شما خدا رحمتشان کنند کتابات میگوید ترک چله افضل است. یعنی اگر چله نه اندازیم این بهتر است. و حتی چله را هم گفتم برای آدمای قاضی و مفتی درست است. اگر اون قاضی ها و مفتی ها که الحال برای اونها دیگر حاجت نیست، به خاطری که اونها مهر داشتن بالاشان، گوییم که و بعد از آن یک جای دعا میکنیم با موعظه‌ای که امروز داریم. دوام موعظه جمعه گذشته و سوالهای شما پاسخ گردانیدن است. عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قال المتكبرون. رواه الترمذي قال هذا حديث حسن. حضرت جابر رضی الله عنه، چی نامی زیبا است دادرای عزیز. جابری که حبیب خدا خیلی دوستش می داشت. جابری که فرزند عبدالله انصاری بود. جابری که امام نووی می گوید رحمت الله علیه که 1540 حدیث از نام جابر روایت است. 1540 حدیث در برابر حضرت ابو هریره، در برابر عبدالله ابن عمر، در برابر حضرت مادرمان عایشه، در برابر حضرت انس رضی الله عنه. جابر هم یکی از راویای اکثر احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. خود حکایه می کند که در 19 جنگ با همراهی پیغمبر خدا اشتراک داشته. 19 جنگ، مگر در جنگ بدر و در جنگ احد اشتراک ورزیدن نتوانستم، به خاطر که در جنگ احد پدرم نگذاشت که من در جنگ اشتراک کنم. خودشان اشتراک کردم و در این جنگ پدرم شهید شدند. بعد شهید شدن پدر دیگر کل غزوه هایی که حبیب خدا می رفتن، من در پهلوی حبیب خدا دفاع از اسلام و دفاع از خدا می کردم. خدا رحمتشون کنه.
خیلی کسانی خوب بودند که چهره پیغمبر خدا را دیدند، دست مبارک ایشان را می بوسیدند، برای پیغمبر خدا خدمت ها می کردند. خوش به حالشان. الله کنتم خیر امتین گفت شما بودید ای اصحاب پیغمبر بهترین امت که در اطراف پیغمبر خدا بودند، همیشه پشتیبانی می کردند. همین جابر رحمت الله علیه می گوید بار از زبان شیرین پیغمبر خدا شنیدم که می گفت برادرای عزیز خیلی با اهمیت باشید، آن چیزی را که من به گوش شما می رسانم بسیار مهم است، خیلی ضرور است، فقط با توجه باشید. این من احبکم الی و اقربکم منی مجلیسا یوم القیامه. چیزی با پیغمبر خدا فرمودند خوش به حالتان که اگر برادرای عزیز بنده های خدا اگر از آن چیزی که پیغمبر خدا اینجا خبر میدهد شما از جمله آن باشید، خوش به حالتان. محبوب ترین شما دوست می‌دارم تو پیغمبر خدا از بین شما آن کسی را و نزدیکترین شما از روی نشست در پهلوی من در روز قیامت کیست؟ اعلان کرد پیغمبر آن کسی روز قیامت همراه من در یک مجلس می نشیند، آن شخصی را من در روز قیامت دوست می دارم. احاسنکم اخلاقا، اخلاق خوب دارد، بچه خوب است، آدمی خوب است. ببین بچه خوب، آدمی خوب. رسول اکرم میگوید من تو را دوست می‌دارم و تو از جمله نزدیکترین شخص ها در روز قیامت همراه من هستی اگر آداب خوب داشته باشی. ببینید آداب خوب داشته باشی. ترمذی رحمت الله علیه در سننش از عبدالله ابن مبارک روایت میکند، از عبدالله ابن مبارک پرسیدند که اخلاق حمیده چی معنی دارد؟ بچه خوب چی معنی دارد؟ آدم خوب چی معنی دارد؟ برادرای عزیز، من در یک موعظه اشتراک میکردم، اکنون نام موضوعش نمیگیرم، خیلی دور است از این کولا. دامله ها موعظه میکردن، مردم به عمل صالح دعوت میکردن، میگفتن برادرای عزیز عمل صالح کنین، لیکن شرح نمیدادن عمل صالح چیست. به این خاطر من خواستم وقتی که محبوب ترین شما، نزدیکترین شما به سوی پیغمبر در روز قیامت آدم اخلاق حمیده داشته باشد، فعل خوب داشته باشد، بچه خوب، آدم خوب باشد، پس میخواهم برای شما روشن کنم بچه خوب کیست، آدم خوب کیست. عبدالله ابن مبارک گفتند فی تفسیر عن حسن الخلق، در تفسیر حسن خلق، اخلاق زیبا را وقتی از او پرسیدند حضرت گفتند هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی. شرح خیلی زیبا دادند، گفتند بچه خوب، اخلاق حمیده، اخلاق خوب معناش این است که همیشه انسان کشاده روی باشد، روی کشاده باشد، ترش روی نباشد. گفتی حضرت سعدی مبر حاجت به نزدیک ترش روی که از خوی بدش افسرده گردی. ببین هیچ وقت نزد آدم ترش روی حاجت طلب نکن. آدم خوب، اخلاق خوب،
این بود است که چهره آدم کشاده است. ولی ما و شما هم بعض برادرامون را صفت میکنیم که بسیار یک چهره کشاده دارد. دویم حضرت گفتن بذل المعروف، آدم خوب اخلاق حمیده معناش این است که همیشه کار خوب انجام میدهد، همیشه از پی نیکوکاری هست، همیشه نیک کار است، نیک نیت است. و کف العذا، دیگر از اخلاق حمیده معناش این بود است که به هیچ بنده خدا آزار نمی داده است، هیچ کس را غم نمی داده است، هیچ کس را دقت نمی داده است، هیچ کس را تحقیر و تهمت و غیبت نمی کرده است. این از جمله انسانهای خوب به شمار می رود. خوش به حالتان برادر عزیز. اگر شما از جمله اینها باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث هایی که در سنن ابو داود روایت می شود ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. کسی که اخلاقی خوب دارد، کسی بچه خوب است، کسی شخصی بی آزار است، در نزد پروردگار در نامه اعمالش نویسانده می شده است روز روزدار، شب به نماز. ببین آدم خوب، اخلاقی خوب، آدمی بی آزار، آدمی نیک نیت، در نامه اعمالش چی می نویسانده است خداوند؟ شب در نماز است، روز به روزه هست. حق به جانب حضرت عبدالرحمن جامی است. جان در تن مرد بی ادب لرزان است. جان اینقدر چیز قیمت است. در تن مرد بی ادب لرزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. از بی ادبی کسی به مقصد نرسید، زیرا که ادب تاج سر مردان است. دادر عزیز، خداوند در سوره قلم پاره 29 از قرآن آیت 4 حبیب شا واصف میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله العظیم. ای محمد چه اخلاق حمیده داری، چه اخلاق نیکو داری، چه اخلاق حمیده داری، چه رفتار خوب داری. خداوند پیغمبر با اخلاق حمیده وصف میکند. قرآن آداب دارد، تلاوت قرآن آداب دارد، سلام آداب دارد، خوردن آداب دارد، خواب کردن آداب دارد، نوشیدن آداب دارد، زندگی آداب دارد، دعوت آداب دارد. ببین همه اینا با خود آداب دارد. هم برای همه این در قرآن برنامه های بهترین جای گذاشتگی است. آداب قرآن این است: باید با طهارت باشیم. بی طهارت داشتن قرآن جایز نیست. امام نووی رحمت الله علیه میگوید آداب قرآن این است که از زانو دائم بالا نگه داریم، پایان قرآن نگه نداریم. سلام آدابش این است که کلانسالها به خوردها باید سلام دهند. سلام دادن باید دستی با دست باشد، با کشاده روی باشد. خوردن آدابش این است دست امان شسته می شود، از نزد خودمان می خوریم، بسیار نمی خوریم.
خوراکی که در نزد ما میارد اگرچند که مزه و لذت ندارد، نزد خاندان خوراک او را طعنه نمیزنیم، یا اگر کم هم نزد دسترخوانش باشد برای کم بودن خاندار مذمت نمیکنیم که بالای دسترخوان و چیزی نداری. همه اینا آداب هستند. حبیب خدا گفتند محبوب ترین شما به سوی من، قریب ترین شما به سوی من در روز قیامت کی است؟ آن کسی که بچه خوب است، آن کسی که اخلاق خوب دارد. دادرای عزیز، منم بچه خوب، منم آدم خوب کسی را میگویم که امروز یک برادر مسلمان شا فریب ندهد، حق برادر مسلمان شا نخورد، برادر مسلمان شا در غایب و در حاضر تحقیر و مذمت و غیبت نکند. این از اخلاق نیست، این از آداب نیست. حتی اینجا یک سوال الحال در دست من داد، خدا نگهشون دارد، جوان است، به خاطر نماز جمعه مکتب ترک ساخته است آمده است. من چندین بارها گفتم برادر عزیز، همون معلم هم دروغ میگوی، همون هم دروغ است. و من برای شما فتوا داده ایستادم. دادر عزیز، مکتب است، درس است، درس خوان، در مکتبت باش. همون هم عبادت است، خواندن هم عبادت است. برای شما عذر هست شما در همون مکتب اشتراک کنید. همون معلم احترام کردن هم آداب است، درس خواندن هم آداب است. من چندین بار شما را تاکید کردم. من خودم در مکتب به بهای خوب و اعلا خواندگی هستم. دوست می‌دارم همون جوانی که خوب و اعلا خوان باشد، مکتب خوان باشد. بیرون از مکتب کسی پیش راه شما را نمیگیرد. آمدن نمازتان خواندن گیرید. لیکن ساعتی درسی دادر عزیز، دروغ نگو. دروغ گفتی گناهکار میشوی. اینم از آداب نیست. انشاءالله من جمعه گذشته در پیشگفتار خود بدترین شما به سوی من کین است، دورترین شما به سوی من در روز قیامت کیست، که دوام حدیث من به پررگی خواندم و شرحش جمعه آینده برای شما میکنم. فقط مقصدم از این حدیث این است که برادرای عزیز و گرامی، در برابر این نماز خواندن، در برابر مسجد آمدن، شما همه آداب و باز رعایت کنید. از همه بالا عبادت خدا و عبادت پیغمبر خدا، شناختن پیغمبر خدا، اینم از بالاترین آداب شماست. احترام پدر و مادر، احترام همسایه ها، اینم از جمله آداب هستند. با آداب باشید، یکدیگر را دشنام ندهید، یکدیگرتان را تحقیر نکنید. همه شما فرزند حضرت آدم هستید، همه شما مؤمن هستید. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشکده شهر کولاب از شما، شاید دوشنبه باشد نمیدونم، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. میگویند که حاجی وقتی که با ماشین به کوچه و شهر میگذرد آدمان را سلام نمیدهد. این چی معنی دارد؟ هی نمیدهد گناهکار میشود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا میگوید اولاترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که اول سلام میدهد. اینجا مقصد از حاجی نیست. حال مردم ما بسیارتر مثال همین ملا و حاجی را میارند، غیر اینها را هیچ وقت مثال نمیارند. گویا که فقط گناهکار همین حاجی ها هست و ملا ها هست، تمام. دیگر این خیر فیادی تماما گویا عیب ندارد. این سلام ندادن ای غیر ملا و حاجی هم سر میزند. این برای عام است، برای همه هست.
اینش هم شما به نظر گین. اون یک کتاب تبلیغ خواندم، آداب تبلیغ، میگوید آمده که یک شخص نشسته نماز میخواند، در حال او را سیاست نکن که چرا نشسته نماز خوانده ایستاده ای. اول پرس کنی همون شاید پاهاش درمنده است، شاید فشار خون دارد، شاید نفهمد که همین راز خواندن فرض است، مثلا یگان عذر دارد. بعد آن که سخنهای او را شنیدی بعد به سر خلاصه بیا، یکی یک باره بالای او حجوم نکن. مثلا همین حاجه که سلام تا نداده است، شاید بیچاره فکرش پریشان بود، یا شاید ماشین چیزی هست که دیگر هر کس سلام دادی یا که خیلی راه را هم از میدانه نخیر در یک شکری میزند، یک ایرا بیراه می شود. به این خاطر این عذر نیست دادر عزیز. اگر دیده و دانسته سلام ندهد، خیلیش معلوم است ممکن است جهت یگان نادانیش باشد، نافهمی باشد، تکبریش باشد، انشاءالله اصلاح می شود. لیکن سلام همه ما و شما باید دهیم. سلام ایول اسلام خیرون، ابو موسی اشعری را حدیثش است، از پیغمبر خدا پرسیدند کدام اسلام بهترین است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. ببین بهترین اسلام این است که کسی را طعام میدهی یا کسی را شناسی نشناسی باید سلام دهی. کسی را میشناسی نمیشناسی باید سلام دهی. اگه امروز روزگار و این جمعیت و این شرایط ما و شما را، بعض از ما و شما را وادار کرده است که یک شخصی که کمتر شرایطش میرسد، دسترس از پول داره، منصب داره، فلان و فلان است، سلامش میتین. آدمای فقیر و بیچاره و ناتوان و بیکسه کسی سلام نمیدهد، پرواش هم ندارد، لیکن گناهکار میشود. حبیب خدا گفته ایستاد است کسی را میشناسی نمیشناسی، کسی از دستش کار می آید نمی آید، باید شما سلام دهیم. سلام این قرض است. آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد، آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمیتوانید، با زبانتان خوانده میتوانید، چی در منزلگاه باشد، چی در مثال قد راه باشد، چی در داخل ماشین باشید، چی برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید، جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چی با مکتوب باشد، چی با طریق اینترنت باشد، چی با طریق تلفن باشد، چی با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زنی من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نابسته از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است
میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن، اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمودی داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخ کنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند. مقصد برای شوهرها. لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست. برای شوهر درست است. پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است. هر نمود زیبایی را میخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمهاش سرمه میمالیدند. این طبابتی است. این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند. انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم.